واقع شده و از جمله مناطق مرزی این کشور با تاجیکستان محسوب می شود. این منطقه کوهستانی با چشماندازهای طبیعی زیبا و رودخانه‌های پرآب جایگاهی ویژه در میان روستاهای بدخشان دارد. زمین‌های کشاورزی و باغات کوچک در اینجا نمایان است که نشان دهنده معیشت مردم محلی بر پایه زراعت و دامداری است. رودخانه‌ای که از میان این دره عبور می‌کند، منبع آب حیاتی برای ساکنین محلی است و مرز طبیعی بین افغانستان و تاجیکستان را نیز تشکیل می‌دهد. با توجه به ارتفاعات بلند و مسیرهای پرپیچ و خم، دسترسی به این منطقه اغلب دشوار است و ساکنان این دریاها به دلیل فاصله از مراکز شهری و مشکلات زیرساختی با چالش‌هایی در زمینه تأمین خدمات اولیه مواجه‌اند. این دریاچه مانند بسیاری از مناطق مرزی بدخشان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در تعاملات مرزی و فرهنگی با تاجیکستان نقش مهمی دارد و مردمان